گاه چیزهای روی میدهند که شما حتی در آرزوهای خود تصور نداشتید. زندگی چنین است و عین چنین حالت با عبدالرازق خردترین آوازخوان دنیا روی داد و به او اقبال دست داد که در یک فیلم هندی همراه با یکی از مشهورترین ستاره های بالیوود سلمان خان نقش بیاورد. می نویسد نشریه دیلی پاکستان. بنا به اطلاع این نشریه، عبدالرازق این سنساسیون اینترنت از تاجیکستان که 17 سال و مگی 1 متر قد دارد، یکی از نقش‌های اساسی را در فیلم فرهاد سمجی با نام شرطی برادر اجرا خواهد کرد. نقش اساسی را در این فیلم خود سلمان خان اجرا می‌کند. به نوارگیری فیلم پرپیچ‌وتاب مسکوی برادر ماه ایون در فرم سلمان خان در کنار شهر مومبای پایتخت سینمای هند آغاز یافت و قرار است که آن سال 2023 پیشکش تماشابینان شود. عبدالرازق به نشریه چوپ دبی گفته است: من شروع کارم در بالیوود و اون هم امروی سلمان خان خیلی خوشبخت و در هیجانم. من هیچگاه آرزو نمی کردم که یگان روز در یک فیلم با چنین ستاره بزرگ بازی خواهم کرد. من تمام تلاشم را به خرج میدم و از تحت دل محنت میکنم تا اثبات کنم که این اعتمادی که به من نشان دادند بیهوده نبود. عبدالرازق قبلا در چند نوار با سلمان خان ظاهر شده، از جمله برایش ترانه مشهور دل دیوانه از فیلم سال 1989 به نام من دوستش دارم را خواند. از همین فیلم راه سلمان خان آن زمان هنوز جوان را به سوی قله شهرت باز کرده بود. در یک ویدیو دیگر عبدالرازق و سلمان خان ترانه از فیلم رمانتیکی امیر خان با نام قیامت زمزمه میکردند. عبدالرازق که ماه اوگوست سال 2021 ویزای طلایی امارات متحده عرب و امروی آن کلید به سوی قله شهرت جهانی را به دست آورد. عبدالرازق در یک خانواده فقیر دیقان در یک روستای کوهستان در کنار شهر پنجکین در شمال تاجیکستان به دنیا آمده است. به علت بیماری رخیت قد عبدالرازق خیلی پست باقی ماند. در ایام کودکیش او در بازار پنجکین ترانه میخواند و با همین راه زندگیش را تأمین میکرد. سال 2019 او را رپسرای شناخته تاجیک برام به دوشنبه آورد و چند ترانه‌اش را ثبت و در اینترنت نشر کرد که هر کدامش چندین میلیون تماشابین جمع آوردند و عبدالرازق را در تاجیکستان و بیرون از آن مشهور کردند. حالا عبدالرازق در اینستاگرام و تیک تاک چندین میلیون پیرو دارد و در زیر نور شهرتش صفا و راحت میکند. چند پیش در شهر مومبای پایتخت سینمای هند به این ستاره خردکک از تاجیکستان جایزه انسان تاثیرگذار سال سپریده شد.